Q&Q یا کاسیو؟ کاسیو یا تایمکس؟ کاسیو یا سیتیزن؟ اینجا سخته. به خاطر نوآوریاش میگم سیتیزن. سیتیزن یا سوهاچ؟ اینم باز دردسر. دست گذاشت رو دلت. به احترام سوئیس میگم سوهاچ. سوهاچ یا سیکو؟ ولی سیتیزن ساعت بهتری ها، ولی سلیقه‌ای دارم میگم دیگه. سیتیزن یا نه سوهاچ یا سیکو؟ سوهاچ برد. درسته؟ سیکو میبره اینجا سیکو میبره. اینجا ژاپن میبره. اینجا به احترام سوئیس ژاپن. سیکو یا تیسو؟ سیکو یا رادو؟ لانژین یا سیکو؟ لانژین یا اومگا؟ قطعا. اومگا یا هوبلو؟ قطعا اومگا. تگ یا اومگا؟ قطعا اومگا. IWC یا اومگا؟ خیلی اینجا سخته ولی اومگا. اومگا یا کارتیه؟ اینجا جنگه. اینجا فکر کنم اختلاف داریم ما هم. بگو جنگه ولی کارتیه. به احترام دست شاهرخ. نه به احترام پدرم. به احترام پدر. آخه جواهرسازه. اولین ساعت مچی مردونه دنیا از کارتیه اومد. اصلا نداشته هم چیزی. ساعت مچی مردانه بستن. کارتیه یا ژژه؟ ژژه قطعا. به خاطر رکورداشو. به خاطر اینکه ژژه نبود کارتیه خیلی شکست می‌خورد. خیلی ساختار کارتیه بر اساس ژژه است. ژژه یا برگه؟ برگه یا رولکس؟ این دیگه سخته. رولکس یا پاتک؟ رفتی سراغ پاتک یه کاره؟ آره دیگه. پاتک فیلیپ. حق رولکس برده بیشتری. پاتک یا بلامپن؟ آره. پاتک یا بلامپن؟ پاتک فیلیپ. پاتک یا واچرون؟ پاتک فیلیپ. پاتک یا ریچارد میل؟ پاتک فیلیپ. پاتک یا ایپی؟ پاتک فیلیپ. برده دیگه چیکارش. به افتخار پاتک. به افتخار پاتک.